همه داورای لالیگا راضین. من از این موضوع مطمئنم ولی نمیتونم ثابتش کنم. این حرفی بود که پیکه توی مسابقه آخرش گفت. به خاطر همین حرفش سر بزنیم به دوران نگررا. وقتی به دوره نگررا عمیق‌تر نگاه میندازیم بیشتر از همیشه شوکه میشیم. بین سالهای 2003 تا 2018 حواشی از پرداخت رشوه 7 میلیون دلار توسط تیم بارسلونا به ریز وقت داوران لالیگا وجود داره. ولی این حواشی واقعی‌اند یا نه؟ بیایید یه نگاهی به اعداد و ارقام اون دوران بندازیم. توی اون دوران حریفای بارسلونا بعد از میانگین 3.8 خطایی که انجام دادن یه کارت زرد میگرفتن، اما حریفای رئال مادرید بعد از 16 بار خطا کردن اولین کارت زردشون رو میگرفتن. زمانی که نوبت به خطا کردن تیم بارسلونا میشد اونا میتونستن 14 بار خطا کنن تا کارت زرد بگیرن و این عدد برای رئال مادرید 6.6 بود. همونطور که شما یادتون نمیره صفحه منو دنبال کنید، ما همون دوران و اعداد ارقامش رو هیچ وقت یادمون نمیره. بریم سراغ ادامه ماجرا. شرایط مشکوک‌تر هم میشه. طی 15 سال 122 پنالتی به نفعشون و 57 پنالتی به ضرر تیم بارسلونا گرفته میشه که این تفاضل 65 عددی چیز خیلی عجیبی حساب میشه. چرا؟ چون توی همون دوران برای رئال مادرید تفاوت پنالتی گرفته شده به نفع و ضررشون -2 بود. شاید فکر کنید بارسلونا توی اون دوران با داشتن بازیکنان تکنیکی مثل رونالدینیو، مسی و نیمار و خیلی بازیکنان دیگه گرفتن این همه پنالتی به نفعشون منطقی باشه، اما وقتی به جای دیگه نگاه می‌کنید که کنترل دست نگررا تیمش نبوده، اعداد به شکل عجیبی متفاوتن. توی چمپیونز لیگ برای بارسلونا و رئال مادرید این عدد به ترتیب -12 و -13، یعنی این دو تا تیم تقریبا به یک تعداد برابر پنالتی براشون گرفته شده. پس متوجه میشین وقتی قضاوت بازی بر عهده داوران اسپانیایی بوده، اعداد به شکل فاحشی به سمت بارسا کشیده شده و زمانی که قضاوت بر عهده داوران غیر اسپانیایی بوده همه چیز به شکل عجیبی برابره. تیر آخر این مسئله به زمانی میرسه که نگاهی به کارت قرمز قبل از دوران نگررا و بعدش میکنیم. دوران قبل از نگررا توی 15 سال هر دو تا تیم تعداد کارت قرمز برابری تقریبا به نفعشون گرفته شده و بعد از دوران نگررا تفاوت کارت قرمز گرفته شده و داده شده برای تیم بارسلونا -49 بود و این عدد برای رئال مادرید -1. تمام این حرفا زده شد نه برای اینکه تیمی را خراب کنیم، بلکه گفته شد تا اگر بازیکن، کاپیتان و اسطوره بزرگ یک تیم حاشیه را به راه میندازه تمام نکاتش از قبل بدونه.